سلام بچه ها، چطوری؟ من نویانم، اینجا آهنگشوه. بچه ها خیلیاتون، یعنی خیلی آدم ها توی صفحه مجازی و اینا میگن که مارکت بهتره بازار. من اومدم که نتیجه رو به شما بگم و بگم که مارکت بهتره بازار و بهتون نشون بدم مثلا برنامه هاش بهتره یا مثلا بازی هاش خوبه، خفنه و قرار بهشون نشون بدم. اولا لایک، ساب یادتون نره، زنگوله هم بزنیم و بزن بریم. بچه‌ها بریم توی اولین برنامه ما مارکته. بریم تو مارکت. بیاد. خب اولین چیزی قرار ببینیم مثلا برنامه ها چجوریه. ببینیم بازی هم داره، مثلا این بازی رو داره، خیلی خفنه. پیشگامان داره. این چه بازیه؟ خب ببینیم چی جوری. 24 نفر دانلود کردن، 63 مگابایت. خب کلی بازی خفن داره مارکت. مثلا بازی فکری داره، بازی مبارزه‌ای داره، ازش دسته بندی هم داره که میگذاریم ازش. ببینیم حالا سراغ برنامه هم ببینیم. مثلا اسنپ داره، نه مثلا این مثلا فیلم نت داره، نماوا داره، شیپور داره، فیلم مدرسه داره. همه برنامه خفن رو داره. واقعا مارکت برنامه واقعا خوبیه. کلی برنامه خفن داره و خیلی دیگه. بریم بازی هاش هم ببینیم. بازی هاش هم مثلا کلش آف کلنز داره. کلش آف کلنز هم که میدونی چه بازیه، خیلی بازی خفن و پر دانلودیه. بیاد 13 میلیون نفر دانلودش کردن. اینا مثلا به عکس مثلا بهتون نشون میده، مثلا فیلمش هم داره. نمیزنیم باز این بهتون نشون میدیم. خیلی خفنن برنامه بازی. فیلمش هم ببینیم. فیلم مثلا تریزرش که نشون میده. خب بچه اینم نشون بدونی، چند ثانیه بهتون نشون دادیم. میریم کلش رویال. خیلی بازیش خفنه. من واقعا کلش رویال خیلی دوست دارم. توی گوشی خودم دارم. پسرخوانده خیلی خفنه. من پسرخوانده رو حتما میخوام با گیم شو تا 8. خیلی مثلا نظر گفتم من با گیم شو مثلا ویدیو بذارم، حتما قراره با گیم شو پسرخوانده بازی کنم. خیلی بازیش خوبه. بازی فکری هم داره که الان بهتون نشون میدم بعد بزنم. مثلا آمیرزا داره. آمیرزا رو بزنم. مثلا آمیرزا خفنه. مثلا بازی معروفیه هم تو مارکت هم تو بازار. مثلا آمیرزا داره آره دیگه. آمیرزا، فندق، بابا میرزا، شریف آباد، خانه رویایی و شهربانو مثلا داره. من خیلی از برنامه‌های خودم رو توی همین مثلا مارکت دانلود میکنم. خب بریم حالا دسته‌بندی هم ببینیم. مثلا برنامه ها، این دسته‌بندی حالا مثلا از برنامه آب و هوا داره، ابزارهای کاربردی برنامه ها داره میگه، اخبار، آشپزی و رستوران، امور مالی، آموزشی، پزشکی و سلامت، تناسب برنامه که برای ورزش و اینا، خرید که مثلا میخری استفود و اینا، سبک زندگی، سرگرمی که هم مثلا برنامه سرگرمی و اینا، سیر و سیر سفر، شبکه‌های اجتماعی که مثلا واتساپ و یوتیوب و اینستاگرام، شخصی سازی، صوت و موسیقی که ما هم توی یوتیوب آهنگ میذاریم، عکس و فیلم، کتاب، کسب و کار، مذهبی و ورزشی. بازی ها هم که استراتژیک، اکشن و تفننی، رانندگی، شبیه سازی فکری، کلمات دانستنی ها،
کودک و ماجراجوی ورزش. خب یه برنامه دیگه هم که با واسه ببینید مایکته. ببین مایکت اولی که برای شما میبینیم بازیه. ببینید مثلا بازی پر دانلود هم داره، مثلا کلش آف کلنس که ما مثلا تو مایکت دیده بودیم داره، آمیرزا داره، مثلا بازی کلاچ داره. این بازی خیلی خفنه. تفنگی این کانتر استرایک داره، خیلی خفنه. کلش رویال که داشت توی مایکت. کندی کراش، خیلی من کندی کراش دوست دارم. دانلودش چقدره؟ 4 میلیون نفر دانلودش کردن و 89 مگابایته. بازی فکری هم داره که مثلا این بازی رو داره. این بازی خیلی من دوست دارم، ماشینیه. نسخه دومش هم فکر کنم اومده. 2 میلیون تا نصب داره، دانلود داره و 92 مگابایته. خب دیدیم که بازی های این خیلی بازی مارکت خیلی خفنه. مثلا کرش رویال داره، یعنی نه کرش ماشینی داره که توی PS4 احتمالاً بازی کردین. میرسه برنامه هاش هم ببینیم. برنامه‌اش اینا هم مثلا برنامه مثلا می‌بینی مثلا دیجیکالا خرید می‌کنه، اینا مثلا دیوار داره. بعد آپ داره، نشان داره، خیلی خفنه. اسنپ داره که تلویزیون هم داره. اسنپ که ما دیدیم، من توی چی پیدا میشه، تو مارکت هم میشه پیدا کرد. نشان داره که مسیریابیه. خب بچه‌ها دیدیم برنامه‌اشو. ولی یه چیزی که این بازار نداره اینه که این برنامه مثلا دسته‌بندی مثلا نداره که مثلا نوع مثلا برنامه ها مثلا اکشن، بازی اکشن باشه، نمیدونم برنامه مثلا مسیریابی و مثلا هر برنامه هم با هم دیگه مثلا میتونید تو مارکت مثلا تو بازار پیدا کنید. مثلا خیلی بازی‌ها داره، بازیش خفنه و خود تنوع خوبی داره. بله دیگه. خب رفتیم الان بازار رو به شما و بازار و مارکت رو به شما نشون دادیم. خیلی ممنون که چنل ما رو خب بچه‌ها اومدین دیدین که مارکت و بازار هر برنامه‌اش به نشون دادن. حالا ببینیم کدوم برنده میشه. مارکت برنامه ها و بازی هاش بد نبود، خفن بود. اما بازار خیلی برنامه ها مثلا برنامه و بازیش خیلی خفن تر بود. یعنی مثلا من بازی های مثلا پیدا میکردم خیلی مثلا پر دانلود که خیلی هم معروفن تو ایران، ساخته شدن اینجا. مثلا کلاش داشت، کندی کراش داشت، ولی مثلا مارکت سفر مثلا نداشت. ممکن داشته باشه ولی مثلا به نظر من بازار خیلی برنامه‌اش و بازیاش بهتر بوده. برنامه مارکت هم بازار هم خوب بوده، ولی به نظر من مارکت خیلی مثلا فضای خوب مثلا مثلا محتوای خوبی داره، دسته‌بندی مثلا داره که مثلا شما میتونید بازی اکشن مثلا دانلود کنین. نمیدونم بازی برنامه کلی برنامه مختلف میتونید دانلود کنین. مثلا تو اون من از دسته‌بندیش واقعا خوشم اومد که نمره 9 از 10 بهش میدم به اون صفحه اون چیش. اما به مثلا مارکت هم بازارم بد نبود، ولی مارکت به نظر من دسته‌بندیش خیلی خوب بود. مثلا مدل برنامه ها و بازی ها داشت، خیلی خفن بود. یکی از اینا این بود که مارکت مثلا بازی های فکری مثلا داره که من یکی از همین بازی ها دانلود کردم. برنامه ها مثلا کلیپ سازی هم داره، خیلی خفنه. من واقعا برنامه کلیپ سازی حتمی هم مثلا مارکت دانلود میکنم. به نظر من مارکت برنده این چیه، این ویدیویی که به مارکت 8 از 10 9 از 10 میدم، به بازار 7 از 10 میدم. بله دیگه، دیدین که من مقایسه کردم و حالا فهمیدیم مارکت بهتره بازار، دیدین مارکت بهتره.
چنل ما رو یادتون نره لایک و ساب کنی، زنگوله هم بزنیم و خدا نگهدار.